تکنولوژی موشکی توی چند دهه اخیر با سرعت سرسام‌آور پیشرفت کرده، از بالستیک تا هایپرسونیک. اما واقعا هر کدوم چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ چه چیزی باعث میشه بعضی از اونها تقریبا غیر قابل رهگیری بشن؟ توی این ویدیو تمام دسته‌بندی موشک‌ها رو از پایه تا پیشرفته با هم بررسی می‌کنیم. شماره 1 موشک‌های بالستیک. همین موشکایی که اکثرا توی اخبار ازشون میشنویم، داستانشون اینه که فقط یه بخش خیلی کوتاه از مسیرشون رو توسط موتور راکتی نیرو میگیرن. یعنی اولش موتور روشن میشه و موشک رو با یه انرژی وحشیانه پرتاب میکنه به بالا. یه مسیر قوسی بلند و میره و از جو هم رد میشه و وارد فضای بیرونی میشه. بعدش دیگه پیشران لازم نداره، با نیروی جاذبه زمین به سمت هدف سقوط میکنه. نکته ترسناک ماجرا اینه که موقع برگشت به جو سرعتشون اونقدر بالاست که رهگیریشون واقعا کار حضرت فیل میشه. یه زیر مجموعه مدرن هم دارن، موشک‌های بالستیک ضد کشتی. اینا برای زدن ناوهای جنگی ساخته شدن و چون ناوها دائم در حال حرکتن، این موشک‌ها هم همیشه باید تو طول پروازشون آپدیت بشن. آخر کارم موقع ورود دوباره به جو یه جستجوگر فعال میشه و روی هدف قفل میکنه. شماره 2 بالستیک پرتاب شونده از زیردریایی یا SLBM. اینا کار اصلیشون بازدارندگی هسته‌ای هستش. یعنی اگه کشوری سگانه هسته‌ای داشته باشه، هوا و زمین و دریا مهمترین بخشش همین موشک‌های زیردریاییه. حالا چرا؟ چون زیردریایی‌ها مخفی کاری بالایی دارن و کسی دقیق نمیدونه کجان. این یعنی دشمن حتی اگه حمله پیش دستانه‌ای هم انجام بده، نمیتونه جلوی حمله اینا رو بگیره. خود موشک‌ها هم چند مرحله‌ای و بزرگن و کارکردی تقریبا شبیه ICBM های زمینی دارن، فقط از زیر آب شلیک میشن. ترایدنت D5 آمریکا و GL3 چین از بهترین نمونه‌ها هستن. شماره 3 کروز. حالا از بالستیکی‌ها که وارد فضا میشن بیایم بیرون. موشک کروز اصلا کاری به فضا نداره. این یه سلاح خودهدایته که کل مسیرش داخل جوه. مثل یه هواپیمای جت کوچیک بدون خلبان. موتور جت داره، بال داره و با سرعت پایین تو ارتفاع کم پرواز میکنه تا زیر دید رادار بمونه. مزیت اصلیش اینه که میتونه خودشو به زمین بچسبونه، از کنار کوه دره رد بشه و دشمن اصلا نفهمه از کجا اومده. نمونه معروفش تاماهاکه که دقتش اونقدر بالاست که از 1000 مایلی میتونه بزنه توی سیبل 3 متری. کروزها انواع مختلفی دارن. ALCM یعنی پرتاب شونده از هوا، SLCM یعنی پرتاب شونده از زیردریایی و GLCM یعنی پرتاب شونده از زمین. شماره 4 هایپرسونیک. تازه میرسیم به جدی‌ترین و ترسناکترین دسته. اینا موشک‌هایی هستن که با سرعت 5 ماخ به بالا پرواز میکنن، یعنی چند برابر سرعت صوت. دو مدل اصلی دارن. اولیش گلایت هایپرسونیکه، با یه راکت به بالا پرتاب میشه و بعدش جدا میشه و یه مسیر قابل مانور رو پیش بینی ناپذیر رو تا هدف طی میکنه. دومی کروز هایپرسونیکه، با موتور اسکرم جت کار میکنه و کل مسیر رو داخل جو با سرعت دیوونه کننده حرکت میکنه. ترکیب این سرعت و مانورپذیری ها رهگیریشون رو تقریبا غیر ممکن میکنه. شماره 5 سطح هوا. این موشک‌ها اساس پدافند هوایی مدرنن. از موشک‌های کوچیک شونه پرتاب مثل استینگر گرفته تا میان بردهای مثل پاتریوت تا غول‌های مثل S400 که از فاصله‌های صدها کیلومتری میتونن هواگردهای دشمن رو شکار کنن. از روی زمین یا کشتی پرتاب میشن. شماره 6 هوا به هوا. این موشک‌ها مخصوص شکار هواگرد با هواگرد هستن، یعنی جنگنده با جنگنده. از ساید وایندر که کوتاه برده و با دنبال کردن گرمای موتور هدف کار میکنه تا امرم که برد بلند داره و میتونه به هدفی شلیک بشه که خلبان فقط روی رادارش دیده، نه با چشم. اینا سلاح‌های اصلی نبردهای هوایی مدرنن. شماره 7 هوا به سطح. این دسته خیلی گسترده است. هر موشکی که از هوا برای صدر هدف زمینی یا دریایی پرتاب بشه توی این دسته قرار داره. با این موشک‌ها هواگردان میتونن از فاصله امن، یعنی خارج از برد بیشتر پدافندا حمله کنن. از کروزهای بزرگ پرتاب شونده از بمب افکن‌ها تا موشک‌های کوچیک مخصوص تخریب باند فرودگاه یا انهدام تانک همگی توی این دستن. شماره 8 سطح به سطح. یعنی از زمین یا از کشتی شلیک میشن و هدفشون هم روی زمینه. از سلاح‌های تاکتیکی جنگی گرفته تا موشک‌های غولاسای بالستیک قاره پیما. تو نبردهای متعارف معمولا به سیستم‌های میدون نبرد اشاره داره، مثل راکت اندازهای چنگانه هدایت شونده یا موشک‌های بالستیک تاکتیکی مثل آتکامز و اسکندر.
شماره 9 ضد کشتی. اینا تخصصشون زدن ناوها و کشتی هاست. نسخه های مدرنشون خیلی سخت رهگیری میشن، چون تو ارتفاع خیلی کم لب دریا پرواز میکنن تا زیر افق رادار بمونن. از هر جا میتونن پرتاب بشن، هوا، کشتی، زیر دریایی یا حتی ساحل. اگزوست و نپتون هم از نمونه های معروفش هستن. شماره 10 ضد تانک هدایت شونده. تنها مأموریتشون نابودی تانکه. نسل جدیدشون مثل جاولین فوق‌العاده هوشمندن. خیلیاشون از مسیر حمله از بالا استفاده میکنن، یعنی میرن بالا و بعد روی زره نازک سقف تانک فرود میان. خیلیاشون هم شلیک کن و فراموش کن هستن، یعنی سرباز شلیک میکنه و سری میره پناه میگیره، موشک خودش دنبال هدف میگرده. شماره 11 ضد رادار. اینا شکارچی های رادارن، یعنی فقط دنبال امواج راداری میرن. رادار روشن باشه اینا هم روشن میشن و مستقیم میرن همونو نابود میکنن. نقش اصلیشون هم توی عملیات سرکوب پدافند دشمنه. خلبان دشمن رو مجبور میکنه رادار رو روشن کنه، بعد با یه موشک ضد رادار کل سیستم رو از کار میندازه. شماره 12 ضد زیرسطحی. اینا در واقع اژدرهای هوشمندن که با راکت به منطقه هدف فرستاده میشن. مثل ازراک. موشک پرتاب میشه، مسیرش رو طی میکنه و بعد با چتر نجات میاد پایین و یه اژدر رو توی آب رها میکنه. اون اژدر با سونار خودش زیردریایی دشمن رو پیدا و نابود میکنه. شماره 13 ضد بالستیک. سخت‌ترین کار دنیا رو دارن، یعنی زدن یه موشک با یه موشک دیگه. بعضیا کلاهک رو میزنن مثل SM3، بعضیا هم داخل جو و تو لحظه ورود دوباره موشک مهاجم رو شکار میکنن مثل تاد و پاتریوت. شماره 14 ضد ماهواره. این موشک‌ها برای نابودی ماهواره‌ها توی مدار استفاده میشن. اهمیتشون هم خیلی زیاده، چون اگه ماهواره‌های GPS یا شناسایی یک کشور نابود بشه، نصف قدرت نظامیش میپره. رایج‌ترین مدلشون هم موشک ضد ماهواره پرتاب مستقیمه. آمریکا، روسیه، چین و هند این توانایی رو تو عمل نشون دادن. شماره 15 مهمات ماندگار. اینا همون پهپادهای انتحاری هستن که هم شبیه پهپادن هم شبیه موشک. فرقشون اینه که فقط مستقیم به هدف نمیخورن، بلکه میتونن بالای میدون نبرد معلق بمونن تا هدف مناسب پیدا بشه. بعدش اپراتور دستور میده شیرجه بره رو هدف. سویچ بلید و لنست از شناخته شده ترین این دسته هستن. شماره 16 فریب دهنده. اینا سلاح‌های نابود کننده نیستن، بلکه سلاح‌های گیج کننده، مثل MALD آمریکایی. این یه موشک کروز کوچیکه که فقط برای این ساخته شده که امضای راداری یه هواگرد بزرگ رو تقلید کنه. قبل از گروه اصلی هواگردا پرتاب میشه تا رادار دشمن رو سرگرم کنه، سامهاش رو هدر بده و دفاعش رو اشباع کنه، در حالی که جنگنده ها و بمب افکن‌های واقعی با خیال راحت‌تر نزدیک میشن. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب و نظراتتون رو برامون کامنت کنید.